نژاد چطوری بیاد میگه حال یه نوره. شکر ایزد فناوری داریم، صنعت دام پروری داریم. گشت ارشاد اگر افاقه نکرد ما به جایش ولی فقی داریم. من ایران میبینم یه تیغ تو حلقی امریکا. سب کن حلقه امریکا تو چشمش، حلق که اونجا نیست، حلق بیا پایین، حلق اینجا. تماما آقای دکتر خودتون یه جمع‌بندی از وضعیت نظام در قبال سوریه بکنین. من خیلی سربسته برای توضیح میدم. مقام عظما میخواستن سوار قضیه بشن ولی قضیه سوار ایشون شد و دیگه پیاده نشد. اون قفسی که با اون قفس فرعون مصر محاکمه شد در انتظار همه دیکتاتورهای منطقه است. حالا در مصر یک قفس بود، در کشور عزیز ما یک باغ وحش کامل رو خواهیم داشت. محمود انتر هست، جنتی موش هست، اون یارو کوسه هست. انواع و اقسام دایناسورها رو ما اینجا در صحنه داریم. بنده هم که خرچنگوار در خدمتتونم و ما همه اینها رو مرهون زحمات امام هستیم. اماما به خاطر تمام چیزهایی که دادی ندادی، دادی پس گرفتی، ندادی بعدن دادی، اصلا ندادی بعدن هم میخوای بدی، بعدن میخوای بدی بعد پس بگیری، اگه بدی پس میگیری، پس گرفتی دادی پس گرفتی بعدن میخوای بدی، اگه میدادی بعدن پس میگرفتی. خلاصه سرتون رو درد نیارم و السلام علیکم. احوال آقا و اینها که از گرانی دم میزنن، از قحطی دم میزنن، اینها برکتش رو نمیدانن. امام آن که دلش انجزار خرها بود، تمام زندگیش گند زدن به دنیا بود. جای حرف حساب از عظما تا بخواهی دریوری داریم. آفرین. آقا به عنوان حسن خطاب خودمانیم بچه‌ها. امشب ما عجب عظمای خری داریم. عظمای خری داریم.